کلی محصول باحال درست کردیم که همیشه دوست دارم با یه چیزی ور برم. بچه‌ها سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. ما تو این چند روزی که از آنباکس دستگاه میگذره کلی محصول باحال درست کردیم که میتونم به یه چند تاشون آوردم اینجا، میتونم بهشون اشاره بکنم براتون. مثلا اینو من خیلی جاکارتی نیاز داشتم، خیلی جاکارتی باحالیه. این اینجوری میدی بالا و اینا رو به ترتیب برات میچینه و میاره بیرون و هر وقت هم کارت باشون تمام شد میتونی تو ببندیش و بذاریش توی جیبت. خیلی نازکه، توی جیبت هم جا میشه، هر چی دلت هم خواست میتونی ببریش. محصول بعدیمون هم میگه سیم جمع کنه که دیگه هیچ جا بی شارژ نمونی و میتونی راحت کابل شارژت هر جا که خواستی ببری و اینجوری بازش کنی و ازش استفاده کنی. کارت هم که تموم شد یکم طول میکشه ولی باید اینو جمعش کنیم. اینجوری باید جمعش کنیم و وقتی که جمعش کردیم اینجوری جمع میشه، میتونیم بزنینش تو کیف. نمای داخلش هم این شکلیه. من نباید بازش میکردم. اینجوری شد و اینم باز همه جا با خودتون میتونید ببرین، آویزونش کنید یا بذارینش تو کیفتون، بذارین تو جیبتون. حالا بریم سراغ این پیشی‌های باحال. البته فقط پیشی نیست، قورباغه دارم، خرس دارم و اینا یه پکن و توی همه‌شون حالا دونه دونه عکساشونو یا فیلماشونو میگیریم میذاریم. این خیلی باحاله. یه گربه خیلی کوچولوی بانمک مثل گربه چیزه، بگو انیمیشن لوکی همین چیزی. این واسه این کاره. بسته‌بندیامون رو اینجوری جمع بکنیم و اینو بذاریم اینجا که بسته‌بندیمون هوا بهش نرسه و خوش نشه و خراب نشه. اینجوری. و حالا منی که همیشه دوست دارم با یه چیزی ور برم وقتی یه جایی هستم، حالا بین رفیقام یا حالا هرچی، این دکمه هست. یه دکمه کیبورد ماننده، اگه بخوام نشونتون بدم قشنگ این شکلی اسم خودم هم باشه که دستی کلید هم میشه و همینجا میتونین با خودتون ببرین برین رو مخ دوستاتون دیگه. صداشو میگیره. و بازم یه فیجت دیگه است که اونم باز همون کارو میکنه. یه دکمه است که چند تا چیز با هم دیگه داره، چرخ دنده داره و این هم هست. فیجت ها معمولا واسه آدمایی هستن که خیلی ذهنشون پراکنده فکر میکنه و این کنار ناخونشون رو میخورن، خیلی فکر میکنن، سیبیلاشون رو میکنن بعضیا، یا اینکه ابروهاشون رو باش ور میرن. این خیلی ضایع است دیگه. وقتی یه جایی هستی این چیز خوبیه، به جایی که ناخونتو بکنی یا سیبیلاتو اینجوری بکنی یا چه بدم پاتو اینجوری بلرزونی، اینه اینجوری شاید بره رو مخ اونا، ولی خب باز بهتره. یارو از دستت میگیره میگه دقیقه نکن این کارو. اینا بود. و حالا بذار از شکستان بگم. اینا مثلا اون جاکارتی هست که من اومدم امتحان کردم، یعنی تست بود که ببینم با چه سرعتی و با چه مثلا استحکامی میتونم انجامش بدم که خب ریدم. این خراب شد، اینم همینطور خراب شد، این بغلش بلند شد و چیزای دیگه که خورده ریزن. این چیزایی هستن که نمیدونم چجوری نشونتون بدم. خورده ریز، لته پار شدن. اینا رو وسط کار استاپ کردم چون رسیدم بهشون، ضرر کمتری دیدم. اینا محصولایی بودن که توی مدت درست کردم و ادامه داره. چیزای باحال‌تر و خفن‌تر و شاید بزرگتر تولید بکنیم. کلی برنامه دارم براشون. فعلا توی تست و بررسی چیزایی که داریم درست می‌کنیم هستیم. کم کم به اون مراحل میرسیم و همه‌شون رو باهاتون به اشتراک میذاریم. خداحافظ. سابسکرایب یادتون نره، لایک، کامنت و همه این کارهایی که تو یوتیوب رواج داره انجام بدید.